بفرمایید. درود و مهر. امروز 5/1/1404 با نورآباد محمد ثانی هستیم، روستای جنجان، و اومدیم که شهر تاریخی لیدوما رو ببینیم. شهر تاریخی لیدوما رو هم دیدیم. این منظره بسیار سبز و زیبا منظره جنجان هستش که زیبایی خاص و منحصر به فرد خودش رو داره. این قسمت هم باغ مرکبات، لیمو ترش و درخت گلان، یه تعدادی از گیاهان اینجا داریم تو جیب کاپشنه، مثل پر سیاوشون، توله وحشی، پونه، گل بابونه و گل سارا. امروز خیلی روز خوبی بود، بهمون خوش گذشت با دوستانمون آقا مهدی و نزنه خانوم. انشالله که تا باشه از این روزای خوب بهم خوش بگذریم. مرسی از شما، خسته نباشی. قربونتون، دوست دارم، عشقم. فداتم، خداحافظ. جان آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ بیار بندازش تو آب. خب سارا امروز چندمه؟ امروز عزیزم فکر میکنم 5 فروردین. آفرین. ساعت 8:30. اول جاده ولومو بیشتر کنید. تخم مرغ داریم، جاتون سبز، کسی نمی‌بینه به غیر از خودمون جامون سبز. گرسنمونه دیگه. نوشی جان. تیاتی می‌بینه من یه فیلم رو. اینجا اول جاده بون کنار درختای بلوط. فقط من نمیدونم اونجا کی اومده پیکنیک گذاشته. هر جا من میرم یه پیکنیکی هست. عجیبن غریبن، استتار کرده پیکنیکو.